زینب نگاه میکند میبیند که بچه های کشتگان صدا میشنود، بعضها به طرف بیابان پراگنده میشود، بعضها به زینب پناه میآورند. حضرت زینب نگاه میکند که بچه های کشته روی خود را به طرف قتلگاه دوان یک ساله میکنند. ای پدر این کودکها و ندرا اسیر و هم بابین با دخترانت بسته در زنجیر نامحرم بابین. حضرت زینب صدا بزند عمر سعد لشکریان را بگوید اطراف من بیرود، من بچه های برادرم را سوار میکنم با دست